سلام بچه ها، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من کریزمس هستم و خیلی خوش میاد به اولین ویدیو من داخل این چنل. بچه ها، موضوع این ویدیو اینه که ما یه کاستوم گیلی رفته بودیم و حالا اسپویل نمی کنم دیگه. و اما بچه ها، این کاستوم به شدت عجیب بود، به شدت عجیب بود. ما از یه راندی به یه راندی کامبک زدیم که اصلا فکرشو خودمون نمی کردیم. هممون امیدمون از دست داده بودیم. و بچه من دارم از قسمت خود گیم براتون اینو رکورد میکنم، چون اگه میخواستم همون موقع بگیرم بچه متاسفانه من لگ میگرفتم. خب بچه این راند اول و چون من گوشیم ضعیفه لگ میگیرم، و وگرنه گوشی قوی داشتم که کوخ نداشتم ویدیو میگرفتم دیگه. خب بچه این راند اول من میخواستم بچه برم این بالا، هی میافتادم زمین. اینجا واقعا لگ بوده بچه، لگ داشتم. اصلا من تا راند دوم فکر کنم لگ داشتم، گوشیم به برق بود، داشتم بازی میکردم بچه. بعد آره دیگه، اینجا یکیشون رفته بود اون بالا، دوستم کریزی نیست رو راش داد، خورد. بعد اینجا من بهشون میگفتم بچه ها پیش هم باشیم، این راش داد، من کم عصبانی شدم، گفتم چرا راش دادی اینا. بعد این دوستم پلستم پیش من وایساده بود که اینو فکر کنم الان میزنن، تگ بس نمیمونم، حالا نمیگم چی میشه. خب بچه اینو من خواستم بزنم، این رفت پشت یخ خودم، یخمو برداشتم دیدم یخ رفت تو یخ خودش، اصلا یه اوضاع بدی شد. هی بچه اینجا من تک بسه موندم، هرچی دارم سعی میکنم بزنم نمیشه. این داداشیمونم که من پشت یخ مردم بنازم. راند اول رو نمیگم مفت خوردیم، اما میتونستیم بزنیم این راندو. رفتیم راند دوم. بچه من اگه بد بازی میکردم به بزرگی خودتون ببخشید، من 2-3 روز بود تو گیم نیومده بودم. بعد بچه ها چیزه چی میخواستم بگم بچه ها، اینم راند دوم، من ای دبل گرفتم. رفتیم، من میخواستم بزنم، دوستم پر شد تو آب، مرد. بعد بچه ها سرعت این ویدیو رو یکم براتون بردم بالا، چون اگه میخواستم کل کاستوم رو رکورد کنم خیلی طولانی میشد بچه ها. نزدیک نیم ساعت ما تو کاستوم بودیم. این راند هم بچه ها، این راند خیلی مفت خوردیم. این راند حالا نگاه کنید، فقط من اینجا پینگم رفت، یه لحظه اینجا دیلی اومد، من اینجا پینگم رفت. بچه ها اینو نگاه، این سر 50 تا خورد، دوستم من رو ریو داد. خب من به یخ خودم تیر زدم اشو بگیرم، این دوستمون منو زد. حالا این اوکی، این منو زد، فینیش هم میکنه الان. نگاه اینا الان میزنن بچه ها، اینو الان میزنن. نگاه، این نه اشتباه شد، اینو نمیزنن، منظورم میخواستم اون بیرونه رو بزنم، نشد. بچه دیدید رفت اوریون، اینو با اوریون ناک کرد، اونم اومد بیرون با مکتن زد. اصلا مفت خوردیم کلا. 3-0 به نفع اونا. بازیشون اوکی بود، نمیگم بد بود، اما آخرش بچه ها یه کاری کردن، یعنی خودشون رو یعنی نشون دادن دیگه، قشنگ ثابت کردن کیان، یعنی با این کارشون. حالا من هیچ بی احترامی هم بهشون نمیکنم 1%. بعد بچه من اینجا لگ داشتم، گفتم تا راند سوم چهارم من لگ داشتم. اینجا وست این بنده خدا رو الان میخورم نگاه، ولی بازم میخورم. کلا کاستوم عجیبی بود. اینجا بچه ها، اینجا یه شات خفنی میزنم ها، فقط ببینید. اینجا این ران من مطمئنم یه شات خیلی خفن میزنم. اینجا قرار بود همگی با هم بریم، دوستم جدا شد، یعنی کلا همگی جدا شدیم. من رفتم مثلا بکشون بیام. اینجا به بچه ها گفتم بچه ها حداقل یکم سفتر بازی کنید، ما که از اینا میخوریم، ولی یکم حداقل نتیجه رو کم کنیم بخوریم. و بعدش آخر سر من نمیگم چی شد که اصلا یهویی همه چی تغییر کرد. خب بچه ها اینجا من به این دوستمون یه 150 تا زدم، الان خودم 150 تا خوردم. من اینجا میرم پایین، من بچه ها اینجا میرم پایین، میرم مدکیت میزنم، 2-3 موندیم، دوستم اونجا داره کاور میده، 150 تا هم دوستم خورد.
الان بچه یه شات خیلی خفن میبینید اینجا، این یارو افتاد پایین و یه هدسنایپ میخوره این داداشمون، هدسنایپ هم فینیش میشه. چه جالب. این پیچر اینو من ورداشتم برم بالا، فکر کنم الان میخورم. آره بچه اینجا من خیلی بد افتادم پایین. اصلا 5-0 به نفع اونا. 5-0 بچه. کاستوم 7 رانده است. هی. از اینجا فکر کنم دیگه کامبک شروع میشه. عجیب ترین کاستومی بود که تو عمرم رفته بودم، یعنی کلا دوستم یه هدسنایپ خورد، اونی که هدسنایپ زد واقعا قشنگ زد. رفتم اینجا فکر کنم یکی رو دوستم ناک کرد، اینم دوستم ناک میکنه. اینجا خیلی رفیقم خفن کاور داد. وای اینجا دوستم مرد، تک به تک موندم. بچه به نظرتون من میزنم یا این؟ لطفا تو کامنت ها بنویسید. این ویدیو رو هم لایک کنید، چون واقعا ما نمیگم حالا خیلی زحمت کشیدیم، اما زحمت کشیدیم دیگه بچه. هیچ کاری بی زحمت نیست، یا هیچ کس نمیاد بدون زحمت ویدیو بذاره. اینجا بچه من وست این داداشمون رو خوردم، نمیدونم چرا. فقط میخواستم راند بگیرم، چون بچه وقتی تو کاستوم عقبید فقط باید بزنید دیگه، براتون مهم نیست چی کار میکنید، فقط بزنید. کاستوم هم گیلی بود، حالا وان شات نبود که ما بگیم آقا من وست اینو زدم. اینجا بچه اینجا اصلا سوپرمنیتور همه حالا من استوری نمی کنم، نگاه کنید. اینجا من ناک میشم. این داداشیمون نمیدونم چرا منو فینیش نکرد، اما خب نگاه بچه من اورگیون زدم یکی ناک شد. اینجا من سرعت بردم بالا، اینجا سرعت آوردم پایین. ببینید شما اینجا 65 این رفیقمون خورد. اینجا واقعا این دوستمون که دیمیتری زد واقعا بهم کمک کرد. شماره 2 که رزبل است. بچه دیمیتری آخرش، حالا کلا همه چی آخر ویدیو بهتون توضیح میدم، همه چیو. اینجا خیلی سعی داشتم اینو بزنم کیل خودم کنم، ولی فکر نکنم بتونم. یا نه اینجا میزنمش. الان نگاه کنید اینجا اینو میزنم. نگاه اینم وستشو میخورم. اصلا کلا نمیدونم این کاستوم من چرا انقدر وست زدم. البته خدا یه هدسنایپ به خطن زدم دیگه بچه، به بزرگی خودتون ببخشید. اینجا دوستمون فکر کنم آخر زونگیر میشه، من نمیدونم. انقدر یخ تو یخ شد آخر زونگیر شد. راست میگم. اینجا رو یادم نیست. اوه اینجا بچه ها، اینجا من و رفیقم شماره 2 میمیریم. آخرش این دوستم شماره 3 میمیره. اما بچه ها نگاه کنید، خدایی با اینکه وست زد ولی خیلی قشنگ بازی کرد. اینجا یکی رو نکردم، این حواسم به بالا نبود، تازه بالا رو دیدم. این اومد برای من دیمیتری کاش من بلند شدم دیدم اینم داره ریو میشه. یه دونه اوریون زدم ولی بازم مردم. این دوستمونم الان میمیره، این کریزی بل است. اینم مرد. من دوباره ریف دادم ولی این دوستمون خیلی بد فشار میداد. خب حالا بچه اینجا رو نگاه کنید. این از بیو دوستمه. اینجا واقعا خیلی خفن بازی کرد. میتونست بزنه، اگه اوریون داشت 100 زده بود بچه. اینجا یکی زد. خدا اینجا خیلی قشنگ بازی کرد، با اینکه داره ویس میزنه. اما بچه خیلی استرس داشتیم، همه استرس داشتیم. بنازم اینجا دوباره اینو ناک میکنه. این نمیدونم چطوری ریف شد، ولی نگاه اوریون داشت بچه 100 این راندم زده بود. این دوستمون خوابید اینجا بچه. نگاه کنید از همین راند ما دیگه واقعا سر این خوابیدنه مخصوصا خیلی فشار خوردیم. و داداش وقتی میزنی دیگه نخواب، چی رو داری ثابت میکنی؟ داداش تو ما رو زدی، آفرین. میخوابی دنس میزنی. رانده قبل بچه من حالا دنس اینا رو دانلود نداشتم، ولی بچه ها میگفتن میزدن دنس خنده میزدن. بعد این راندم بچه ها رفیقم جمع میکنم، من اینجا نگاه باگ شدم بین یخها اینا گیر کردم، من مردم. کلا من افتضاح بازی کردم چند دست اولو، یعنی چند دست که نه 8 دست اولو.
یعنی تلاشمو کردم اما واقعا نتونستم. این تایی هم که پیام داد همین کریزی نیتروه. اینجا بچه‌ها پیش هم بودن. این راندو بچه‌ها حالا اسپول میکنم، این راندو بچه‌ها خیلی خفن جمع میکنن. نگاه الان این کریزی نیترو میمیره و خیلی سوپرمنانه با چیز خاص ریف میشه. کریزی نیترو این بلس نیترو میاد اینو ریف میده. حالا فقط بچه‌ها نگاه کنید، بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. این بلسته برای خودش دیمیتری زد که اچ پی بگیره، اما با دیمیتری این نیترو ریف شد. یعنی اصلا قرار نبود اینطوری بشه. اینجا رو شانسی بچه‌ها زدن. شانسی هم که نه واقعا آره باید دیمیتری بود دیگه، حالا میگیم شانسی. و از این راند بچه‌ها از این راند دیگه از این راند کاستوم بچه‌ها 3-3 بود دیگه، چون 4-4 گفتن نه. از این راند بچه‌ها کاستوم چند بود؟ 2-6. اونا یه راند دیگه میگرفتن میبردن دیگه. ولی نتونستن یه راندم بگیرن. مهم اینه این من اینجا یه کیلخوری بدی میکنم از این دوستمون با اورجیمو یکیو میزنم. اینجا هم فکر کنم اینو میزنم. آره اینجا هم اینو میزنم. بچه بابت ویسی که میزنم من عوض میخوام. اونجا انقدر من استرس داشتم نمیدونستم دارم چیکار میکنم. 3 نفری ریختیم سر این بدبخت. اینجا 3 نفرشون رو میزنم. از این راندم آره دیگه 4-6 به نفع اونا. به نفع آره دیگه به نفع اونا. بچه اینجا من گفتم بچه بریم تو این خونه چیزه قرمزه روبرویه، بعدش بریم تو خونه روبرویی این قرمزه. اصلا کلا نقشه های خیلی پیچیده میریختیم. بچه قرارم این بود مثلا من فکر کردم اینا اینجا کمپ کردن که ما رو بزنن. اومدیم دیدیم نه نیستن. بعد اینجا من رفتم فکر کردم یکی اینجاست، بعد رفیقام اونجا یکی زدن. من اینجا نگاه کنید بچه از کجا من دارم دمیج میخورم. تو دیوار اومده بودم داشتم دمیج میخورم. تو این کاستوم من کلا 2 تا شات خفن زدم. من بچه خیلی کلا تو این کاستوم همه استرس داشتن، همه داشتن فشار میدادن رفیقام اینا برای اینکه فقط ببریم این کاستومو، چون اگه میباختیم بچه اینا بهمون پیام داده بودن برای همین کاستوم گیلدیه. گفتم بیا بریم کاستوم گیلدی. بعد ما اولش نمیخواستیم بریم. آقا ما کلا گیلد ما اینطوریه کاستوم گیلدی نمیریم مگه یه ماهی یه بار، اونم مثلا گیل رو برون رفیقمون باشه. بعد چیزه بهمون پیام دادن شاخبازی زبونن. بچه‌ها من واقعا از شاخبازی خوشم نمیاد. آقا میخوای بزنی سکوت کن. آقا من نمیگم میخوای بزنی سکوت کن، تاش میزنی دیگه داداش. شاخبازی زن میبردم بچه‌ها نمیدونم اسکی مثلا مینویسن 7-0 و نمیدونم این دریوری ها. اینجا هم بچه‌ها 6 تا اینجا. و بچه ها اینجا هم ما 7-6 اینا رو میزنیم. یعنی عجیب ترین کاستوم قرنه. باور کنید بچه ها از 2-6 یا 7-6 ببرید واقعا هستن بچه ها زیاد میبرن. بچه ها اینجا رو نگاه کنید. اینجا از سطح فشار این دوستمون نید انداخت. داداش دمت گرم واقعا. تو کاستوم گیلی که نید میندازه داداش. قربونت برم کاستوم کل نبود که گیلدی بود. البته اینا کلش کرده بودن بچه ها. اینا قشنگ اینا نمیدونم اصلا اولش گفتم کل داشتن مینداختن ولی ما هیچ کلی نداشتیم. اینجا همین رفیقمون رو من میزنم. دم دوستام گرم که انقدر کاور دادن، انقدر خفن بازی کردن. تک تکشون که کلا 3 نفر بودیم ولی بازم همین دم این 2 نفر گرم که هوای منو داشتن. اینجا رفیقمون میزنه و اینجا بچه‌ها نگاه اینم یه شات خفن میخوره. اینجا یه شات خفن. و بچه‌ها مرسی تا اینجا ویدیو دیدید. ممنون شم ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید. تا ویدیو دیگه خدافظ.